بچه ها واسه کشک بادمجون کردن، اومدیم استور عربا. میگم بادمجونای خوبی داره، بریم ببینیم بادمجوناش چجوریه. اینجا مرغ و گوشتاش همه حلال ذبح شده. اون دیگه خیلی دیگه زدن به این چیزا، این دیگه بریم گوشت حلال بخریم. گوشتایی که آمریکایی میخوان همه حرومه، باید اینجا گوشت حلال بخریم. آقا میسان به عنوان لیدر داره میره، ما هم گوش به فرمان. هرچی آقا میسان بگه ببینیم چی میخواد. چش بازار میخوایم در بریم. تا اینجا که در بودیم، حالا اینجا بعد میخوایم چش بازار رو داغون کنیم. اینا رو دیگه همه چی. خب بریم پنیر بخریم ببینیم پنیر چی داره. ای بابا نخواستیم بابا. آقا هر کسی گفتی دست من چیه حدس بزنید تو دست من چیه. تو دستش الان بادمجون عربی در میاد. بریم ببینیم چی گیر میاریم. خارداره. عربا این بادمجون ها میخورن. عربا این بادمجون ها استفاده میکنن. چای احمده که تو ایران میخوردیم، یه دونه باید بریم دم کنیم ببینیم چجوریه. تو آمریکا هم حوث قلیون بکنی همه جوراش هست. خب بریم گریل رو آماده کنیم که بادمجونا رو کباب کنیم. گریل داره داغ میشه، خوبشه کم کم. بده من آرزو. نه شلنش کم کن. اینم بذاره داخل. خب منتظرش میتونی اینو بپزه.